بریم با هم ببینیم این بمب رشد مو ابرو چی هست. با من همراه باشید. دکتر، این روش خیلی طرفدار داره و یه روش نوین هستش. ممنون میشم مختصر برامون توضیح بدید که چرا اینقدر طرفدار داره و چرا اینقدر بین مردم در واقع داره باب میشه. بله، این روش کمپلکسی از روش‌های متفاوت دیگه هستش که ترکیبی از PRP، هیر فیلر و مزوتراپی است که همزمان در یک پکیج و با حجم بسیار زیاد برای افراد استفاده میشه که میتونه علاوه بر خاصیت‌های موقتی نتایج درمانی هم برای فرد داشته باشه. یعنی تک تک خصوصیت‌های جداگانه هر یک از این روش‌ها رو با هم ما در یک پکیج برای فرد استفاده می‌کنیم. در وهله اول باعث جلوگیری از ریزش، کنترل ریزش معمولا با یک جلسه یا نهایت 2 جلسه این کار اتفاق میفته و بعد پروسه رشد مو آغاز میشه. یه زمان در حقیقت زمان بیشتری نیاز داره تا مشخص بشه. توی هر فرد توی هر سن هم متفاوته یا نه فرقی نمیکنه؟ قطعا نتایج میتونه متفاوت باشه در افراد مختلف، ولی به طور میانگین اکثر افراد یک میزان رضایتمندی مناسبی رو از این روش خواهند داشت. معمولا از 1 ماه بعد به بعد میتونیم انتظار اون کسب نتایج تو ریزش مو حتی زودتر تا 2 الی 3 هفته بعد از تزریق داشته باشیم. برای رشد مو و افزایش ضخامت مو نیاز داریم که زمان بیشتری داشته باشیم یا حتی 1 جلسه اضافه تر تزریق بکنیم تا اون دوره رشد مو که دوره طولانی تری هست هم دیده بشه.